سلام بچه ها، چطورین؟ من علی سنریو هستم و خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. آقا این اولین ویدیومه که میخوام تو یوتیوب به اشتراک بذارم و تو این ویدیو قراره که بریم با هم تو کلش اسکواد رنگی دست با هم بزنیم. آقا برای اول ویدیو اینو مناسب دیدم و بچه ها دیگه همین، واقعا دیگه حرفی نیست. و بچه ها اسم این اکانت رو میبینی که علی سونره، به خاطر هک شدن موبایلم چنل من به چخرم ولی به زور، خدایی دیگه اینو راست میگم به مولا. من یه چی دورو گفتم، ببخشید من یکم منظور چون ترکی هم یکم تو فارسی حرف زدن یکم اینجوری اونجوری. آقا دیگه به خدا بچه ها هک شد و گوشی دیگه با گوشی پدرم عوضش کردم و انشالله دیگه هک نمیشه. واقعا خیلی سخته و من حالم هم یکم خوب نیست و اومدم که یه ویدیو بگیرم و با شما صحبت کنم که حالم یکم خوبتر بشه. آقا دیگه حرف نمیمونه، ببخشید آقا. و این بندیتو که کریمناسیار که میبینید اینو واسه همه میده، فقط 24 ساعته. واقعا خیلی خوشگله، حتما از این فرصت استفاده کنید، خیلی خوشگله. آقا دیگه حرفی نمونه، لایک کامنت فراموش نشه، عشقی و زنگوله رو هم آن کنید. این معطلی بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنی وارد بازی شدیم و قراره یه دست کاملا باحال خفن رو با هم داشته باشیم. آقا یه امیدوارم شما هم لذت ببرید و بچه‌ها دیگه از اول ویدیو لذت ببرید. خب دوستان، نتو درست کردیم و وارد بازی شدیم. امیدوارم دیگه نت نرینه. من برم، من گی خورم. با چی گی خور سگ بابا، همه مردن، همه به فنا رفتن، به فاک رفتن. خدایی حاجی خیلی نوبین شما. من بعید میدونم دیگه این دست رو بتونیم ببریم ولی با تمام سعیمون رو میکنیم، ولی شما واقعا خیلی نوبین. خدایی دمیجا رو نگاه داداش، زحمت کشید، خدایی زحمت کشید، 0 دمیج. این کلا علنگ سر باشی. خودمون واقعا هماهنگ کردن ها. یا منو ریف بده کسکش. باجی منو ریف داد رد دوره بابا. ببین اینجا تو اینجا وایستادی چه گویی بخوری داداش. خوب باجی فشار چیه بابا؟ ببینیم چی کار میکنیم دیگه. لیاقت داریم، لیاقت پدر سگار خود. این از اولی که به فنا رفت وسط را داره مشت میزنی. تو اینو جلو حریف انمی بزنی دیگه پارت میکنه. خاک تو سرت کنم. اینقدر تو بد وقتی به فاکی رفت. گفتم دیگه به فاکی رفت. این آزم آقا هیچ چیزی مثل خوابیدن نمیمونه. الان واقعا دارم فشار میخورم، خودتونم میبینید. نه نمیبینید میشه. بچه های عزیز امروز میخواییم یه هنرنمایی بکنیم. 2-0 عقبیم واسه این علنگ. نه من علنگ چرا کسخولم من دادش. واقعا قبول میکنم
الان که اینجا وایسا چه گوهی میخوای بخوری؟ من خودم هم میگم. آها رفتی عشق داداش، بیا بریم. ببین بچه‌ها نگران نباشید، من پشتتونم، مثل یه دره پشتتونم. کاری میکنم که اگه بیفتین تو من. یه استرسی به من میگه که میخوان از پشت جلو همه جا ما رو رفیق منو زدین. بینوس وای حاجی من چه گویی بخورم بابا. وای داریم به چخ میریم، داریم بچه ها به چخ میریم. ببینم میتونیم ببریم. تمام سعی و تلاشمون رو میکنیم بیرانده با سلامتی سپر کنیم. حاجی خیلی نوبه خدایی. این حتی تا حالا 600 در این 200 تا دمیج برده فقط. یکی زد دیگه. من واقعا نمیدونم به کی بگم دردمو. گارنای کسخل اینا کیه دیگه واسه من انداخت؟ داشت داری اینجوری گی میخوری. بکری ما هم گی خوردن بلد نیستیم ما. استرس داره ما رو میگیره، ما رو مست کرده این استرس. کجاست این الان؟ واری کلا بزن. این ابوکی که همین که 200 دمیج برده یه دونه کیلو زده بوده چه گویی خورد. آره داشتم از استرس وارد میکنم. خریدی بگو دیگه. کاش خریدی واسه ما بگو، من کاش نخرم دیگه. یه روحیه قوی میگیریم حاجی، پر قدرت پر انرژی بریم که ببین یه دلغک زاده ای میرم. دلغکی میرم جلو، دلغکی همه رو میزنم. آخ ماما طرف خط منو ببین یه جوری بهت فشار بدم. First blood. Help me! Head there. بنازم تو کیه منم نیستی؟ تو کیه منم نیستی؟ اثرات بچه ها فشاره دیگه. آره
خدایی خیلی خوب داریم کامبک میزنیم، ولی واقعا از هرات فشاره. Need equipment. یعنی من در حد لالیگا دارم فشار میقلبم. خدا Need وکیلی. equipment. Thanks. بچه به نظر تو امده بخرم. Need equipment. مکسیمم که نداریم، پس مجبورم کانامو ادامه بدم. خودی این ام 19 17 خیلی خوب میزنه، توصیه میکنم یه بار ازش استفاده کنین. بچه ها فیلتر شکن خاموش کردم، ببینید چجوری خوب شد. کجا انداختم؟ لیاقت دارم. یه منم نیستی داداش. نناسم این کاملا این سونیو منو گرفت برد بالا. Good job. این سونیو نبود من به گی میرفتم. شما برید، من جام راحت بچه. Spotted. Double kill. Double kill. Help me. Help me. Help me. Triple kill. Ace. بیا تو گیه منم نیستی کن. والله تعال. باسطوره والله. Good job. بچه ببین دیگه مثلا دیگه به من میگن مستر دوم. يعني لو ما انت جنب مستر دوم چیه؟ من مستر 0 1 2 مستر 1 خودشه، مستر 0 منم، یعنی از این جلوتر. Need equipment. من نبودم شما چی کار میکردین Need داداش؟ equipment. Thanks. Thanks. زحمتون Thanks. دارم. Need equipment. بیا درخواست بده بیا. خدا وکیلی درخواست بده Still بیا. on cooldown. واسه همتونم از این گیا دارم. حاجی استرس چیه؟ داره دستام پاره میشه از لرزش. Help me. این گیه بود نبود نمیدونم چی بود، First blood. همیشه به فاک میره. Help me. بچه ها لیاقت داریم، خدایی لیاقت. Thanks. Double kill. تو گیه منم نیستی داداش، من خودم مستر وانشاتم. منظور مستر وانشات فیک داداش. دیدید دیگه آقا؟ دیدی؟ آجا دیدی بگو دیگه. آجی دیدی بگو دیگه. من دیوونم آقا. That helped me work up my appetite. خود دوستان کامبک مولایی زدیم توسط بنده علی سنریو که 9 تا کیل زده. و بچه ها منتظر باشید، میخوام اسمم هم عوض کنم. آقا عشقید، واقعا خیلی خوش گذشت. امیدوارم شما هم اینقدر واسهتون خوش گذشته باشه و لذت برده باشید. آقا عشقید، خدایی خیلی کامبک خوبی رو بود. و بچه الان که من نتم ضعیفه، میبینید ریکوست میدم این گوه چیه
مثلا این النگ چیه بچه و شارژ من واقعا خیلی کمه. با شارژ کم اومدم که ویدیو بگیرم چون دلم واسه یوتیوب و اینا خیلی تنگ شده بود. آقا خیلی عشقی دوستتون دارم دیگه بچه، واقعا حرفی نمیمونه واقعا دیگه. خدایی ببینین ریکوست تیمینت نمیدونم چیه، واقعا نتم خرابه، یکم موضوعش خراب دیگه میذارم حد زدم. بس آقا لایک کامنت فراموش نشه. عشقی دیگه تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.